چیزی رو که در ابتدای امر باید بگم این است که تمام بچه‌هایی که اینجا هستند به تمام دلاوران و مرزدارانی که از ایران عزیز پاسداری میکنند سلام عرض میکنند و دست شما ملت قهرمان را همه ما میدهیم. زمین کره فقط حجازی تو زمین ما هست. فرصت و توی دروازه ضربه حمید علی دوستی از پاس استثنایی حسن روشن در 27مین دقیقه مسابقه دروازه کره رو به روی بچه‌های ما باز میکنه. یک هیچ به سود تیم ملی ما. یک بار دیگه نگاه میکنیم ضربه روشن و سپاس میسابه به سر حمید علی دوستی. توپ عالی که روشن میفرسته و مسابقه رو اینجا بچه‌های ما یکیش جلو میفتن. حالا با این حساب و تا این لحظه ما در دور نهایی قطعا خواهیم بود. روشن با زمینی فرصت برای دانای فردا توی دروازه گل دوم ما از ضربه کورنر حسن روشن و ضربه سر ایرج دانایی فرد شکل میگیره. برزگری نرشگر سر حال بازی میکنه بهتر توی دروازه گل سوم تیم ما. 15 دقیقه از نیمه دوم رو پشت سر میگذاریم که بچه ها گل سوم رو توی دروازه کره شمالی جایی میدن و حساب رو به 3-0 به سود تیم قهرمان ما میکشونن. یه تعویض برای کره پشت محوطه جریمه کیم کوانگ هو به تو میاد. یه ضربه یه موقعیت و گل دست پاچه شدن. مدافعان ما قاطی میکنن با ناصر اجازی و اولین گل کره توسط کیم هوانگ توی دروازه جا گرفت. ببینیم حادثه رو که چه اتفاق افتاد. به قصد پاس توپ رو ارسال میکنن اینجا عبداللهی و بعد از اون بازیکن کره هست که روی توپ اثر میگذاره و از دست ناصر اجازی کاری ساخته نیست. یک بازی کره ها حرکت میکنه. یک دو زیبا این بار برای بازیکن شماره 9 توی محوطه جریمه ضربش رو میزنه و گل. کیم جونگ هون این بازیکن حساب کار رو 3-2 میکنه. اما هنوز ما پیشیم بچه باید واقعا مراقب باشن. ایران 3 کره 2. گل دوم کره ها رو میبینید که توسط کیم جونگ هون از توی محوطه جریمه زده شد. حجازی جلو اومد اما نتونست توپ رو